عظما سلام. سرت تو کلاه بنال ببینم چی میخوای بگی. عظما وضع خیلی خرابه. تنور انتخابات نگو، قطب شمال بگو، چه خاکی تو سرمون بریزیم. ای بابا کاری نداره که 2 از این سلبریتی ها رو پیدا کنید، یه پولی بهشون بدید تا یه رونقی به انتخابات بدن. دوستان، با شرکت نکردن توی انتخابات نه گوشت ارزون میشه نه مرغ. با شرکت نکردن توی انتخابات هیچی تغییر نمیکنه. شما با شرکت کردن در انتخابات میتونید تغییر ایجاد کنید. بابا جمع کن. تو چی تغییر ایجاد کنی؟ تو نرخ دستمزد تو؟ عظما نشد، یعنی نشد که بشه. اون یارو قاسمی دیوونه رو بفرستید یه شاخوشونه‌ای بکشه که همه حساب کار دستشون بیاد. آی نفس کش، رای فقط رئیسی، یا رئیسی یا اصلا حرفش هم نزن. هر کی بخواد نطق بکشه شپقشو چاق میکنم. عظما جواب نداشت، هیچ کس رأی بده نیست. پس چه خاکی تو سرمون کنیم؟ عظما هیچ خاکی نمونده، وضع خرابتر از این حرفاست. این دفعه خودت باید وارد بشی. آی ملت رأی بدید، به من بینوا رأی بدید. علیلم ذلیلم، الهی خیر از جوونیتون ببینید. یه رأی، جون مادرتون فقط یه رأی. بدبختم، بحران دارم، ریزش دارم به فنا میرم. رأی بدید، بیچارم.